ارادت ویژه بنده رو بپذیرید دوستان عزیز بیننده. دوربین مخفی امروز ما در رابطه با تشنجی که آقای مصطفی رجبی بازی میکنه، بازیگر تئاتر، و ببینیم عکس‌العمل مردم چیه و چه کمکی میتونن بهش بکنن. کنار ما باشیم. حاجی چی شد؟ حاجی آقا قش کرد. یه لیوان آب دارین؟ یه لیوان آب دارین؟ آب بدم بهش. آب بدم بهش. پاشو بده بالا. پاشو بده بالا. وایس. بس. آخه الان خوب. نه. گاز نگیره. فکشو باز کن. خوب شد. آها وایسا. خوب شد. بس بذار من میگیرمش. یه دقیقه صبر کن برادر من. پاشو بده بالا. اوکی. خوب شد. خوبه. اوکی. دست درد نکن. خانم دست درد نکن. صبر کن برادر. صبر کن. پاشو دادیم بالا خانم. خوب شده. صبر کن چشش برگرده. خب الان که بر نمیگرده که. خب الان خوبه. آب بدیم بهش خانم. آب نباید بهش بدی. شما پزشکین؟ بله. خب الان باید چیکار کنیم؟ الان تنها کاری که می‌کنیم پاهاش بالا باشه، فکش بسته نشه که نمیذاری خب شما. فکشو من میگیرم. شما فکشو بگیر که من آخونم. یعنی زبونشو گاز نگیره؟ بله، دهن قفل میکنه. زبونشو گاز نگیره. بعد خود این که شما از قسمت از اینجا دیگه این قسمت بعد ماساژ بدین؟ بله به سمت بالا که کار کنه. دست شما. الان آب ندیم بهش؟ نه آب نباید. الان باید بره بیمارستان. خب باید خوب شه دیگه. آره بیماری سر داره. کجا رو پاشو باید چی گفتی؟ پاش باید بالا باشه که خون رسانی بشه. قسمت پا رو خانم دکتر هستن ایشون. این کارت من که خدمتتون. کارتتون رو بدین دستتون درد نکنه. من دکتر هستین. خیلی خوب. چون پاهاشو به مال بهتره یا نه؟ نه فقط بالا باشه. داره بهتر. آره دست شما درد نکنه. انگار اینا موقتی باشه. بله. خوبی؟ آره خوب شد. دستتون. حالا آره خوب شد. دستتون درد. خوب شد. پسرم. دستتون. حالا چطوره؟ کجایی؟ پیش یه دکتر. خوب بهتر شد. پاشو بشین. پزشک بودم. بهتری؟ پاشو بشین. خانم دستتون درد نکنه. بلند شو. خیلی لطف کردین. دستتون درد نکنه. پاشو بریم. نه میخوای یه ذره بشین. الان چون هنوز من بشین. یه چند دقیقه نگهش داریم. خوبی؟ آره خوبه. دستشو بده. خیلی من. دستشو ول کن. دکتر تا بیمارستان ببریم هیچی بهشون ندی؟ نه هیچی ندیم. نبضشون خوب میزنه. نه بهشون چیزی ندید. هیچی ندید. اگر خواستید بدید فقط خیلی آب ولرم باشه. آب ولرم باشه. دست شما خیلی ممنون. زحمت کشید. دست شما درد نکنه. خداحافظ. ولی پاشو دادیم بالا چیز شد. خوب شد. خوبی؟ ها؟ مصطفی خوبی؟ آره دست شما درد. خیلی ممنون. خب دوستان عزیز بیننده ملاحظه فرمودید که هموطنان عزیزمون توی بحث تشنج به حال نظرات مختلفی دادن و قطعاً کارشناس میتونه توی این زمینه خیلی کمک کنه. با ارتقاء سلامتمون سعی کنیم که سلامتیمون رو موندگارتر کنیم. خدا نگهدار.